غیر از امی ساعتی که الله بر شنوان دیگه وقت ساریه شنیده میتونه؟ دیگه وقت عمر رضی الله عنه صدا کرده میتونه که بری کسی بشنوانه؟ معجزم در اختیار الله به پیغمبری خود صادر میکنه. کرامت هم عزت است، الله برای بنده خود داده، دمو موقع داده. خب کرامت است. دمی موقع الله بر شنوان دیگه وقت میتونه؟ میتونه؟ نمیتونه. اینمی فرق است بین صفت خالق و صفت مخلوق. مخلوق کدام کاری را که انجام میده بلا اسباب و وسیله انجام داده. ما میبینیم با چشم فضا روشنی باشه، پرده نباشه، چقدر شرایط برش دادیم. میشنویم امی رقم، سخن میگیم که زبان داشته باشیم، دهن لب و ایگه پا باشه، کام باشه. لیکن الله تبارک و تعالی متکلم است، به زبان ضرورت داره؟ سمیع است، به گوش ضرورت داره؟ دیدنی است، به چشم ضرورت داره؟ الله تبارک و تعالی دارنده صفات است و کیفیتش به ما معلوم نیست. اینطور صفت به مخلوق ثابت نکنی. اگر کردی باز تو خلاف الحمدلله حرکت کردی یا موافق الحمدلله؟ خلاف الحمدلله. ان شاء الله معنا و مفهوم الحمدلله را فهمیده. دعوا بود الحمدلله. الله کلمه الله اسم ذاتی الله است. اسم ذاتی معنا کل صفاتای الله در کدام کلمه جمع شده؟ در کلمه الله جمع شده. هر قدر صفاتی که الله داره در کلمه الله جمع شده. چرا؟ همیشه کلمه الله موصوف واقع میشه، دیگه صفاتای الله بر صفت واقع میشه. از او خاطر ایرا اسم چی میگه؟ ذاتی. متکلمین تعریف میکنه اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. یک نامی است برای ذات واجب الوجود که جمع کننده تمام صفات کمال است. خب لیکن این تعریف متکلمین از خود ساخته است. بهترین تعریف کدام تعریف است که خود الله کرده؟ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. الله را اگر کسی میشناسه از اونجا بشناسه. اینی تعریف الله است. کلمه الله. فقط یک سخن در اینجا براتان میگم. کلمه الله وقتی که متضمن کل صفات کمال الله است، ما در وقتی که نیایش میکنیم، دعا میکنیم، چه قسم کلمات استعمال بکنیم؟ الله خبر ما گفته ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. برای الله اسماء الحسنى است. وقتی که شما حاجت و مقصدتان طلب میکنه با اسماء الله طلب کنه. دعاهای انبیاء علیهم السلام آمده ربنا ظلمنا انفسنا ربنا اننا آمنا فاکتبنا ربنا افرغ علینا ربنا واتنا ما ربنا یا اللهم آمده نآمده، یا رحمان یا رحیم یا منان یا ذل جلال و الاکرام یا حی یا قیوم. در بسیار اذکار و دعاها شما خوانده. پس اگر ما بگوییم که یا خدا در جمله اسماء و صفات الله است، از او خاطر دو قسم دو صورت در اینجا داریم. یکی تعبیر کردن است، برای فهماندن مردم کلمه الله را ترجمه کردن به خدا. این پروا نداره، به خاطر که او مردکه کلمه الله را نشنیده نمیفهمه، خدا را میفهمه، تو برش ترجمه میتونی. خب اما در وقت عبادت یا خدا نمیگم. چرا؟ کلمه خدا از جمله اسماء و صفات است. یکی خدا خود ترجمه تنها مالک است. در لغت فارسی خدا چی را میگه؟ خداوند خانه، صاحب خانه، یک صاحب و مالک میگه. بس او در حالی که کلمه الله جمع کننده کل صفات کمال است. از امو خاطر در وقت نیایش و عبادت کدام کلمه را استعمال میکنیم؟ اللهم ربنا یا الله را میگیم، یا خدا نمیگیم. خب ذهنتان خلاص کنید در این مورد. از امو خاطر کوشش کنه که در استعمال کلماتتان هم کلمه کی را زیاد استعمال کنی؟ الله را. اولادم الله را. به خاطری که هر مرتبه که کلمه الله را استعمال میکنیم، کلمه چیست؟ قرآن. کلمه چی است؟ کلمات قرآن کریم وقتی که ما استعمال میکنیم در یک حرفش چند نیکی داره؟ این چند حرف است الله؟ 5. 5000 بیده میکنی چند میشه؟ به یک گفتن الله 50 نیکی میگیری. مردم حالی هم میخیزه میگه چرا مردم میگه که خدا را استعمال کنه، الله را خدا را استعمال نکنه، الله را استعمال کنه. جناب تو یک کمی فکر بکو، تو بی دینی تا چرا الله نمیگیم؟ چرا الله را استعمال نمیکنیم در کلمات خود؟ خب الحمدلله. این دعوا بود رب العالمین، تربیت کننده کل مخلوقات است. اول دلیل است، صفت اولی الله است و دلیل اول بالای مدعا هم است. مدعایی بود که کل صفتای کمال و الوهیت برای الله است. صفات الوهیت چی معنا؟ یعنی مستحق بندگی و پرستش تنها و تنها کیست؟ دیگه کس نیست.
ترجمه الحمدلله را براتان نگفتم، دو ترجمه را میکنیم. یک ترجمه است که کل ثناها و صفاتها، کل صفات اگر ذاتی است بگوی، اگر فعلی است، اگر جلالی است بگوی، اگر جمالی است، مخصوص کیست؟ الله تبارک و تعالی است. یک ترجمه است. دوم ترجمه، تمام نعمت هایی که از جانب الله تبارک و تعالی بالای مخلوق شده، مستحق شکرگزاری و بگوی پاسداری همین نعمت ها کیست؟ اینا مستحق شکرگزاری همین نعمت ها الله تبارک و تعالی است. چرا اینطور میگیم؟ اولین حمله که بالای انسان میکنه برای از اینکه انسان بیرا بسازه شیطان، دا چی است؟ توحید در شکر کشیدن الله. تو را منحرف میسازه که شکر الله را تنها برای الله نکنی. در کجا این گپ برای ما میگی که اولین حمله شیطان است؟ سوره اعراف هم میکشیم که یک دفعه برای ما معلوم شود. آیت 16 سوره اعراف آیت 16 پیدا کرده انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال فبما اغویتنی، شیطان ملعون شد. از الله تبارک و تعالی مطالبه انتظار کرد که در روزی که مردم از قبرها میخیزد تا او وقت برای ما مهلت بده. الله گفت بله، تو از جمله منذرین مهلت داده شدگی ها هستی، خود تا او زمان نه، تا وقتی که دنیا فنا میشه تا او وقت تو باقی استی. الله اکبر. ببینه ای بندگان الله، ابلیس لعین در حالتی که بالکل ملعون میشه، دمو حالت هم از الله ناامید نیست. امیدش به کی است؟ سوال از کی میکنه؟ او ما تو مسلمان سوال از کی میکنیم؟ ابلیس لعین سوال از الله میکنه، دعا از الله طلب میکنه. تو مسلمان دعوای اسلامی داری، به قبرها آواز میده، به قبرهایی که یک خروار خاک سرش افتاده و استخوانه مکمل بوسیده شده. نه آواز تا میشنوه، نه علم سر مشکلت داره و نه قدرت داره که مشکل تو را حل بکنه، بلکه او مرده است. به استغفار و بخشش طلب کردن تو چی داره؟ نیاز داره. یکی از جمله اهداف زیارت چیسته؟ به برادر مسلمان خود بخشش طلب کردن. خب چرا برای از او آواز میدی؟ خیر، شیطان مطالبه کرد، خب لیکن بعد از مطالبه چی قسم یاد میکنه؟ قال گفت فبما اغویتنی، پس به سبب از اینکه مرا گمراه ساختی یا الله تبارک و تعالی، نعوذ بالله، لاقعدن صراطک المستقیم، ما میشینم در راه مستقیم تو. راه مستقیم در اینجا چیسته؟ راه توحید الله است. چی میگه؟ ثم لآتینهم، ماندنی نیستم این بندگارا از خاطر از یا ما در بدر شدیم، ماندنیشان نیستم. اینطور حالات سرش بیارم که اکثریتش موحد پیدا نکنی. الله را میگه. کی میگه؟ ابلیس لعین به الله خطاب میکنه، میگه ثم لآتینهم، بعد از میایم به می بندگانی تو، من بین ایدیهم، از پیش رویشان، یکی دیگه و من خلفهم، از پشت سرشان، و عن ایمانهم، از طرف راستشان، و عن شمائلهم، از طرف چپشان. یک طرفش نمیمانم، میایم یارا ماندنی نیستم. باز چی میکنم؟ ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو نمیابی اکثریتی از یارا شکرگزار. نعمت تو کرده ای، باز یا نسبتش به کی میکنه؟ به غیر تو میکنه. شیطان لعین به الله میگه چی میگه؟ ولا تجد اکثرهم شاکرین، نمیابی اکثریت بندگان خدا که شکرگزار باشه. حق نعمت تو را بدانه. حق نعمت اولاد کی پیدا کرده مردم؟ بگوی ها؟ خب لیکن گوساله به کی داده میشه؟ با آقا صاحب. چرا با آقا صاحب داده میشه؟ میگه اگر قدی و بنده نمیداد این طفل ما چی میشد؟ ضایع میشد. اگر قدی و بنده نمیداد طفل ما ضایع میشد. شکرگزاری کی را میکنه؟ اینطور کسای فعلا وجود داره که اولاد نشده کدام دفعه رفته در مزار، باز پس از او الله اولاد داده، باز او نمیشه چی مونده؟ سخی داد. شکر الله را میکنه، شکر سخی را. شیطان گفته خبر داده و این گپ وجود داره. شکر نعمت الله کشیده نمیشه. یعنی حالت ماست. خو جناب وقتی که به بند آقا یک آدم پیدا میشه و این قدر سالم در دنیا میه، امی چینایی بند داده رایسته کدام آقا؟ این نفوسی از واقع از کل دنیا کده زیاد است. کدام آقا برای از یا بند میده که هم باقی میمانه، هم امی سوبیان نمیگیرشه، هم کودک سوبیان نمیگیرشه. این کودک سوبیان امی سوبیان دمی جامعه مسلمان هست؟ این قدی و بند دمی جامعه مسلمان هست؟
الله اکبر. ببینی عقیده را بری از مادرایتان سوال کنی، بری چی براتون میگه، چی عقیده داره، به الله قسم سوال کنی. مسئول هستی، الله از پیشتان سوال میکنه. شکر نعمت الله را بکشیم. نعمت الله این نمیسته که قرآن میدانیم به نزدیکترین دوست خودی قرآن برسانیم، این عقیده را برسانیم. این نعمت شکرگزاری نعمت بکنیم. و ما بكم من نعمت فمن الله. در سوره نحل است. الله میگه هر نعمتی که سر شماست از جانب کیست؟ در دعای خود پیغمبر علیه السلام نمیگفت؟ پیغمبر علیه السلام ما اللهم ما اصبح بي من نعمت او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. یا الله هر نعمتی که بالای ماست یا بالای یکی از مخلوقاتت است از طرف کیست؟ این دعای پیغمبر علیه السلام است. لیکن ما نسبت نعمت به کی میکنیم؟ به غیر الله تبارک و تعالی میکنیم. در شکر گزاری ما را خطا میکنه. الله اول بر ما بیان کرد که الحمدلله، در شکر گزاری خطا نشوه. یک ترجمه میشه الحمدلله تمام نعمتایی که از جانب الله بالای بندگان شده و بندگان شکرگزاری میکنه. مستحق شکرگزاری و سپاسگزاری تنها و تنها کیست؟ شکرگزاری دیگه کس نمیشه، تنها الله میشه. نعمت از جانب الله است. بله قدر سپاس وسیله و اسباب میکنیم، خب لیکن اصل دهنده مسبب الاسباب کیست؟ الله. حالی ما بگیم که والا لاسپیکر خیلی خوب چیز است. نه، لاسپیکر چه چیز است؟ اگر برق نباشه لاسپیکر صدا میده؟ اگر برق نباشه لاسپیکر یک وسیله است، قدرش میکنه مطابقش مناسبش، اما اصل قدرت خونجا است. خمی برق طاقت و قوت کی داده؟ الله تبارک و تعالی داده. الحمدلله رب العالمین که تربیت کننده مخلوقات است. اینجا کلمه رب استعمال شده. رب بسیار معانی داره. مالک و متصرف میگه. رب به معنای مصلح، رب به معنای تربیت کننده، رب به معنای مدبر. این معانی کلش در قرآن کریم هم استعمال شده. رب مالک متصرف، اختیاردار، مصلح و تربیت کننده، مدبر، کل معانی در کلمه رب گنجانیده شده. در اصطلاح رب کی را میگه؟ در اصطلاح رب او را میگه ذاتی که یک شیء درجه به درجه در حد کمالش برسانه. یک شیء درجه به درجه در حد کمال برسانه. معلوم شد در کائنات الله تبارک و تعالی درجات وجود داره. انسان هم قابل تربیت است، درخت هم قابل تربیت است، پرنده و حیوان هم قابل تربیت است. اول انسان تولد میشه از مادر هیچ چیز یاد نداره، زیر تربیت مادر قرار میگیره، گپ یاد میگیره، خوردن یاد میگیره، استادن یاد میگیره، رفتن یاد میگیره. بعد از او قدم به علوم میگذاره، فکر میکنه ها تا که در کدام حد میرسه. این تربیت میگه. درختی را که تو میشانی اول نهال شاندی، آب برش یک روز بعد پرتافته رویستی که ریشهش بچسبه، باز بعد از او آب کمتر میکنی، بعد از او درخت کلان میشه، او را پیوند میکنی، باز او را خوب حفاظت میکنی تا که او میوه بگیره. اینمی عملی تو را به نام چی یاد میکنه؟ تربیت یاد میکنه. اینی را به نام تربیت یاد میکنه. چرا الله کل صفتای کمال مخصوص الله است؟ به خاطری که تربیت کل مخلوقات کی میکنه؟ عالمین جمع عالم است. عالم در لغت مطلق نشانه را میگه. عالم به خاطر عالم میگه که نشانه بالای وجود الله است، بالای توحید الله است، بالای تدبیر الله است، بالای علم الله است، بالای حکمت الله است، بالای قیومیت الله است. همین عالم نشانه است، دلیل است بالای نمیگه پا. از او خاطر عالم برش میگه. اینجا عالمین کل مخلوقات، زمین، آسمان، انسان، جن، ملک، کلگی در عالمین داخل است. ما سوای الله تبارک و تعالی دیگه کلگی به نام چی یاد میشه؟ خو کل عالمین محتاج است یعنی که قدرت داره. در چی چیز محتاج است؟ در تربیت. در چی محتاج است؟ تربیتش کی کرده؟ ملائکه در اون مقام کی رسانده؟ جنیات اونمو هدایت و برنامه زندگیش کی تعلیم داده؟ تو انسان برنامه زندگی تا کی تعلیم داده؟ حشره را، پرنده را، حیوان، درخت، علف، هر چیز تربیتش کی میکنه؟ خب تربیت مرکب از دو چیز است. از چند چیز؟ یکی اسباب تربیت است، یکی تاثیر در این اسباب است. اسباب تربیت الله دانه را پیدا کرده، میوه را پیدا کرده، آب پیدا کرده، اکسیژن پیدا کرده. این برای بقای و حیات ما و شما است.
اینی اسباب تربیت است. بر ما تو چشم زبان دست دیگه پا داده ای اسباب تربیت است. یکی تاثیر در اسباب تربیت است. دمی دانه صفت سیر کردن کی انداخته؟ در میوه صفت لذت کی انداخته؟ در اکسیژن صفت تنفس کی انداخته؟ کسی دیگری ولی یا ملک یا پیغمبر یا صحابی یا کدام بابا این تربیت اسباب تربیت پیدا کرده میتونه؟ شاید پیدا بکنه. میتونه پیدا. یک گندم جور کنه شاید میتونه. تاثیر در این اسباب انداخته میتونه؟ میتونه؟ نمیتونه قطعا. پس خیر این صفت مخصوصی کی شد؟ کل مخلوق در زیر تربیت الله قرار داره. کدام ذاتی که کل مخلوق تربیت میکنه امو ذات لایق کیست؟ پرستش و بندگی است. الحمدلله ثابت شد یا نشد؟ چرا الله مستحق حمد و صفت است؟ به خاطر که بگوی عالمین است. خو رب العالمین است. تربیت کننده کل مخلوقات است. تربیت میکنه. مالک و متصرف است. مصلح است. معبود است. سید و حاکم و مدبر است. خو وقتی که همه حاکمیت از الله، تدبیر از الله، بگوی چی است؟ دیگه تربیت الله میکنه. مستحق حمدم الله است. ولی اگر کسی دمی صفتا یک صفت به غیر مخلوق، به غیر الله به مخلوق ثابت بکنه، او شرک است یا توحید است. یا کسی که مرشد خدا، عالم خدا، پدر خدا، بابای خدا قیوم زمان بگویه. قیوم چی را میگه؟ تدبیر کننده کی؟ عالم. تدبیر کننده کی؟ تدبیر کننده عالم کیست؟ الله. قیوم معنایش ربم میاد. چرا رب سید و حاکم و بگوی مدبره میگه که تدبیر کلی عالم میکنه. ولی مردمایی که صراحتا نوشته میکنه که قیوم زمان، او موحد است یا مشرک؟ خب کسی که او عقیده داره امروز در مساجدتان امام است. کسی که می عقیده را داره امروز در مسجد توی امام است. جناب سوال کرده ای؟ پرسان کرده ای که من پشت کی نماز میخوانم؟ چی عقیده داره؟ زود آمده رایستیم در مسجد الله اکبر استاد میشیم. سعی نمیکنیم این امام کدام رقم امام است. باز مردم ملامت میکنه میگه انگلیس آمده بود 18 سال در پولیس خشتی چی کرد؟ نماز داد. کسی 40 سال میگه. مردم پرسان میکنه از کجا تخرج گرفته، از کجا فارغ شده ای، چی عقیده داری، ترجمه قرآن میتونی؟ نه. درسای حدیث یاد داری؟ نه. ما یک چیز استفاده از تو میتونیم یا نه؟ اولاد ما سبا از تو چیزی را فرا گرفتم میتونه یا نه؟ ای ریش سفیدا، ای ملک صاحبا، ای آجی صاحبا، ای وکیل صاحبا، در روز قیامت جواب داده رایستی. به الله جواب داده رایستی. در بین خود مشوره میکنه میگه چی کنیم؟ والا مولا نداریم. سعی که یک دو نفر وظیفه میده. فلانی آجی صاحب شما یک پشت مولا بری خو یک مولای گزاره‌ای را پیدا کنی. مولای گزاره‌ای را میفهمی؟ دو سه صورتی کوتاه را یاد داشته می باشه. اگر یک هفته کس در مسجد نان نداد قرار خوکده است بیچاره. همونجا به هیچ کس سر کار نداره. 60 سال امامت میکنه. وقتی که وفات میکنه بسیار خوب آدم بود، بسیار به کس غرض نداشت. نه تارک نماز چیزی میگفت، نه شرابخور چیزی میگفت، نه قمارباز چیزی میگفت، نه عیاشی و فحاشی را چیزی میگفت. خلاص پیش میشد چادر هم اینطور مثل چیز زناواری همینطور پټ کردگی روی خودم به کس نشان نمیداد. پس دسته خود بالا میکرد در حجره داخل میشد. میپرامد در حجره. مسجد چه رسالت داره؟ مسجد تنها برای نماز است. فقط 5 وقت اینجا حاضری بدیم پس بریم. تو یک دفعه درس بخوان تاریخ مسجد نبوی را. یا بزرگترین صحابه که همین علوم به ما رسانده، بزرگترین مفسرین در کدام مسجد تربیت شده؟ در مسجد نبوی تربیت شده. امروز چرا امور رسالت مساجد ما ادا نمیکنه؟ ای ریش سفیدا برای ما آمده به جای از اینکه در مسجد خود ملایمان بگیره ترجمه لاسپیکر ما برش میرسه، برای ما آمده که یک کمی ما قطعت صحبت داریم. امروز در جمعه میاد، بعد از جمعه قطعه ما میشینه خو بخیر که یا چی پیام داره برای ما ایره خو نمیگه. الله اکبر. این ریش سفید به الله چی جواب میگه؟ برای چی قدم مانده ای؟ خو من برش به یکیش گفتم که شما را به الله قسم برای کدام توی رفتی که سازمه نمیکردی شما قدمیتان ماندی؟ این مسئولیت علمای ماسته.
که ما چه رقم عالم میگیریم در مسجد. عالم چی مسئولیت داره در مسجد؟ و این مسئولیت حاجی صاحبا و کسایی که اراکین منطقه و متعلق مساجد است. شما را به الله قسم کدام دفعه می شرط گذاشتی کلیتان که حاجی صاحب اینجا باید مولای بیاری که 5 وقت برای ما ترجمه بگوید، 2 وقت ترجمه بگوید، اولاد ما اولاد شوه. هر سال میبره دخترک و بچه ما قاعده بغدادی را الف زر آبیا پیش بو بوتیازت ورق کنده میشه. الف دو زر ان، الف دو زرین، الف دو پیشون هم دیگه سال کنده میشه. سال چهارم الا در کجا میرسه؟ بگوی الف زر آ چیستا کاف زر کات زیرتی بدو پیش بون کاتبون او را حفظ میکنه. 5 سالی طفل ما میره دوجه. هوشیار بچه است. ریاضی را یاد گرفته، کورس انگلیسی را در 6 ماه یاد گرفته، حالی انگلیسی سخن میگه، کتاب الله را خوانده نمیتونه. چرا نمیتونه؟ ملای ریش سفیدی بیچاره را آورده 500 نفر دختر و بچه را برش روان کرده. او هم یک چوبی کلان درازه پیدا کرده، تق میزنه بخونه. بعد از او باز چی میکنه؟ وای مرا تنگ آورده، بله رخصت هستی. او زده برف میشه. یک نفر فکر نمیکنه که قدر عمری وقت در این مسجد ما تیر میشه. چرا ما در پالی عالم 2 حافظ نداشته باشیم؟ یا اولاد ما درست تربیه شوه، یا اولاد ما از اول مسائل اسلامی را یاد بگیره. چرا تربیه نشوه؟ ما 40 روز درس دادیم. چند روز؟ 300 دختر و بچه را الحمدلله کلیش قرآن خوان کرده. در 40 روز 300 یک دختر و بچه باقی نمانده که قرآن همینطور بررس نخوانه. ولی چرا دی توجه نمیکنیم؟ خب افسوس است. الله رحم بکنه سری ملت. بگذار شانه مولای گزارایی را میاره خلاص. قطی مولای گزارایی تیر میکنه دیگه. مولای بیچاره که هر چیز مردم میکنه قطش روان است. در هر جای افتتاح سینما را هم سری مولا صاحب میکنه. افتتاح سینما را نمیکنه، نکار بسته نمیکنه، اونجا ساز و سرود شروع است. مولا صاحب تو را در اتاقک میبریم، اونجا ساز نیست. در هتل کسی که اتاقک خلایده است در اونجا نکاح بسته میشه. مولا صاحب قطش روان است به خاطر 500 روپه. الله رحم بکنه. رب العالمین کل مخلوقات تربیتش کی میکنه؟ الله تبارک و تعالی میکنه. تربیت کل مخلوقات اشاره به این میکنه که مخلوقات محتاج است به الله و الله تربیت همگی را کرده. آلی تربیت 2 قسم است، یکی تربیت عام است، یکی تربیت خاص است. تربیت عام و نموسته که متعلق کل مخلوقات و کائنات میشه، حیوانات، پرنده ها، حشرات، انسان ها، جنیات. هر چیز الله پیدا میکنه. برای هر چیز راه زندگی و معیشتش برش تعلیم میده. چوچگکی مرغابی که نو پیدا میشه الله برش الهام فطری کرده. وقت در آب یک دره و بازی میکنه. ما تو بازی را یاد نداریم، مفرح بازی میکنه. تفلک نو در دنیا پیدا میشه، به مجردی که در دنیا میاد چیخ میزنه، آواز گریان میکنه. گریان کی تربیت کرده برش؟ باز بعد از او مادر وقتی در سینه خود پرته امی مکیدن یا چوشیدن سینه را کی برش تعلیم داده؟ میتونستیم تعلیم داده؟ در کدام پانتون تعلیم داده میتونستی؟ در می 3 سال. خو الله تربیت کرده. الله تربیت کرده. رب العالمین است. این تربیت عام میگه. دوم تربیت خاص است. تربیت خاص از بندگان خاص خدا میکنه، مثل انبیاء علیهم السلام، اولیاء کرام، بندگان مخلص. این تربیت خاص توسط چی میشه؟ راهیابی. الله هدایت نصیب میکنه. در زندگی دنیا که وقت خدا میدیدی که من همیشه قدمم مطابق دین الله است، مطابق فرمان و دستور الله است، اینی تربیت چی است؟ خاص است که الله بری تو کرده. بله الله تبارک و تعالی بندگان خود تربیت میکنه. خب کدام بنده را؟ امو بنده که انابت داره، خود محتاج به الله دانسته، ما را تربیت میکنه. الحمدلله. قرآن کریم کتابی چیست؟ بگه تربیت است. چی را برای ما تربیت میده؟ عقیده ما را تربیت میکنه، در عمل ما را تربیت میکنه، در اخلاق ما را تربیت میکنه. زندگی خانوادگی را قرآن برای ما بیان میکنه یا نمیکنه؟ معاملات برای ما بیان میکنه یا نمیکنه؟ تمام مسائلی که ضرورت دین و زندگی ماست قرآن بیان میکنه یا نمیکنه؟ تربیت میکنه الله ما را، به شرطی که ما با این قرآن تعلق بگیریم. این تربیت خاص به ما وقتی نصیب میشه که ما با کتاب الله بشینیم، با این زانو بزنیم، قطعی از این گفتگو را شروع کنیم، قطعی کتاب الله گفتگو شروع کنیم. ما از پیش کتاب الله سوال کنیم که کتاب الله برای ما راهنمایی کو،
من بسیار خفه و خسته هستم، معامله و کارم درست نیست. قرآن برای من میگه که کدام معامله و کار چه قسم انجام بدم؟ دروغ بگویم، خیانت بکنم، غش بکنم، عیب پټ بکنم، قسم بخورم سر مال خود؟ یعنی که قرآن مرا چی هدایت برام میده؟ مکمل یک امر زندگی ما نیست که قرآن برای ما بیان نکده، یا اصولش، قوانینش، یا تفصیلش. اگر قوانینش بیان کرده، تشریحش محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث برای ما کرده. رب العالمین شد. دوم صفت چی شد؟ الله. و چیست؟ صفت الله شد. اول دلیل و اول صفت الله تبارک و تعالی شد. رب العالمین، تربیت کننده کل مخلوقات الله تبارک و تعالی است. الرحمن الرحیم. بحثای دیگه ش میمانه، نقطه نقطه که پیشتر بریم. این دوم دلیل و دوم صفت الله تبارک و تعالی است. الرحمن الرحیم، اردویش مشتق از رحمت است. رحمت رقت یا نرمی قلب میگه. این ده انسان از همون خاطر است که در مورد صفات الله تبارک و تعالی یک تعداد خیلی خطا شده. یک تعداد قائل به است که الله نعوذ بالله صفت نداره، صفات الله را معطل میسازه. در اون زمان موجود بود و فرقه را به نام معطله یاد میکنه. چرا وا صفاتای الله را قبول نداشتن؟ میگه الله خو الله است. اگر به الله صفات ثابت بکنیم، تعدد میاد. چی میاد؟ دوگانگی میاد، سهگانگی و چهارگانگی میاد. او الله خو یکی است. از این خاطر نه صفات به الله پیوست نمیکنیم. ما میگیم یک آدم هم عالم است، هم نجار است، هم دریور است، هم چیست بگه انجینر است، هم دکتر است. 20 صفت یک انسان می داشته باشه، تعدد آمد یا یکی است؟